بخیر باشه عزیزای دل سرمک. امروز اومدم یک کارخونه برنج‌گویی بهتون معرفی کنم. گرچه اصلا احتیاج به معرفی نداره. کارخونه آقای یاسر صحرایی، آستانه اشرفیه که بهترین برنج تو ایران داره. آستانه کارخونه آقای یاسر صحرایی، آستانه اشرفیه، کیسوم بالا هستن، احتیاج به معرفی ندارم. ظرفیت بیش از 2000 تن تولید برنج رو در این کارخونه دارن. بعدش انواع برنج‌های تارم، محلی، هاشمی، صدری، بینام و ارسال به سراسر ایران با بهترین کیفیت و بهترین قیمت دارن و از همین که برنجاشون اصلا حرف نداره، میتونیم خالی خالی درست کنیم که بذاریم بدون خورش بخوریم. به قول شمالیا شما رو تماس میذارم، آدرس میذارم، از پیج منم بریم مشتری بشین، تخفیف ویژه‌ای داریم. دوستتون دارم، حتما سر بزنید.